الله سبحانه و تعالی نام او را در مشرق و مغرب بلند گردانید و مقام او را میان مردم بالا گردانید، آنگاه که در میان همه خانه های مسلمانان محض خانه او را برگزید تا این پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم هنگام هجرت به مدینه منوره در آنجا فرود آمد. برای این ابو ایوب انصاری این شرف بزرگ بسنده است که او را بشناسی. و قصه فرود آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه ابو ایوب یکی از قصه های می باشد که هر بار نقل کردنش این لذت بخش است، لذتی دارد و تکرار آن هم بسیار دلنشین است. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران گرامی قدر. امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی از این سلسله درس های خود آغاز می نماییم و در این زندگی نامه صحابگان کرام رضی الله عنهم قرار گرفتیم. در زندگی نامه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه. ابو ایوب انصاری ابو ایوب انصاری را زندگی نامه او را انشاءالله که با فضل و کرم او سبحانه و تعالی ما امروز با همراهی شمایان خواهیم گرفت. جنگاوری های او، شجاعتمندی های او را هم ذکر و یادآوری خواهیم کرد. ابو ایوب انصاری خالد ابن زید النجاری در نزد دیوارهای قسطنطینیه دفن می شود. در نزد دیوارهای قسطنطینیه دفن می شود، گرانده می شود. و این صحابی بزرگوار خالد ابن زید ابن کلیب از قبیله بنی نجار بود. از قبیله بنی نجار بود. کنیه او ابو ایوب و نسبت دادن او به انصاری هاست. نسبت او به انصاری هاست. این صحابی جلیل است که خالد ابن زید ابن کلیب از بنی نجار است، اما کنیه او ابو ایوب است، اما نسبتش به انصاری هاست. کیست از میان ما مسلمانان که ابو ایوب انصاری رضی الله عنه را نشناسد؟ بلکه هر کسی او را میشناسد و باید بشناسد، چون الله سبحانه و تعالی نام او را در مشرق و مغرب بلند گردانید و مقام او را میان مردم بالا گردانید، آنگاه که در میان همه خانه های مسلمانان محض خانه او را برگزید تا این پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم هنگام هجرت به مدینه منوره در آنجا فرود آمد. برای این ابو ایوب انصاری این شرف بزرگ بسنده است که او را بشناسی. و قصه فرود آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه ابو ایوب یکی از قصه های می باشد که هر بار نقل کردنش این لذت بخش است، لذتی دارد و تکرار آن هم بسیار دلنشین است. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی به مدینه رسید، اهل آن شهر بلکه تمام اهل آن شهر او را با بهترین استقبال پیشواز گرفتند صلی الله علیه و سلم و دلهای آنها پر از محبت و پر از شوق و اشتیاق نسبت به او صلی الله علیه و سلم بودند. و این نقطه را هجرت پیامبر را و پیشوازگیری او را در زندگی نامه انس بن مالک بیان کرده بوده. میتونید از آنجا این مکان رو، این نقطه رو یادآور شوید. و نگاه های مردم اهل مدینه، آنها با محبت به سوی او روانه بودند و دلهای خود را برای او صلی الله علیه و سلم گشودند تا در عمیق‌ترین جایگاه آن جایگیر بگردند و درهای خانه های خود را به سوی او صلی الله علیه و سلم باز نمودند و باز می نمودند تا اینکه رسول الله در بهترین از منزلها فرود بیاید. اما رسول الله صلی الله علیه و سلام در محله قبا که در اطراف مدینه قرار داشت، در اطراف مدینه بود، در آنجا 4 روز اقامت کرد و در این مدت مسجدش را بنا نمود. همان مسجدی که نخستین مسجد است که بر پایه تقوا بنا شده است. و پس از بینای این مسجد تقوا باز به شترش سوار شد و از قبا بیرون شد و بزرگان یسری باشند در راه او صف کشیدند و هر یکی از آنها آرزو داشتند که شرف مهمان شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه او نصیب بگردد. هر کی آرزو داشت که این شرف را نصیب خود بگرداند. هر یکی آنها پای هم از پشت دیگری پیش راه شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم را می گرفتند و می گفتند ای رسول الله در نزد ما فرود آی، ما شماره زیاد تجهیزات کافی و قدرت حمایت داریم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آنها می‌فرمود شتر را رها کنید
زیرا او این شتور با امر الله سبحانه و تعالی راه می رود و شتور همان راه خود را ادامه میداد و تمام چشمهای اهل مدینه او را پیگیری میکردند و دلهای اهل مدینه گرد او صلی الله علیه و سلم میچرخیدند و هرگاه که به نزد خانه میگذشت و عبور میکرد اهل آن خانه را غمگینی فرو میرسید. ناامیدی ها بر آنها غلبه میکرد، در حالی که در دل همسایگان آنها شعله امید فروزان میشد و شتور همچنان پیش میرفت و مردم باشد از پشت شتور، از پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم روانه می شدند و همگی تمام اهل مدینه با شوق زیاد انتظار بودند که بدانند که آن شخص خوشبخت و آن شخص سعادتمند کی باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه او فرود بیاید. و در نهایت شتور به صحن کوشادی که در نزد خانه ابو ایوب انصاری قرار داشت به آنجا رسید و در آنجا در این صحنه کوشاد در آنجا شتور به زانو زد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم تا این هنگام و هنوز هم از شتورش فرود نآمده بود و دیری نگذشت که شتور از جایش سپس برخاست و باز راه خود را ادامه داد، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم لجام آن را آزاد نگاه داشته بود. و سپس بعد یک مدت کوتاه باز برگشت و محض در همان جایی که اول زانو زده بود دوباره زانو زد، دوباره در آنجا باز زانو زد و این هنگام بود که یک شادی بزرگ دل ابو ایوب انصاری رضی الله عنه را فرا گرفت و شتاب کرد و با شتاب به پیشواز رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشت و او را یک صمیمانه استقبال نمود و اسباب و انجامی که رسول الله داشت در حال آنها را برداشت با خود گرفت، گویا اینکه تمام گنجهای دنیا را بر دوش خود گرفته است از شادی. و این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خانه اش برد و این خانه مبارک ابو ایوب انصاری دو آشیانه بود، آشیانه بالایی و پایینی، از دو آشیانه عبارت بود و ابو ایوب رضی الله عنه آشیانه بالا را از تمام اشیا و آن تجهیزاتی که در خانه بود در آشیانه بالا همه را خالی کرد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در آنجا در آشیانه بالا اقامت نماید، در آنجا بایستد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد آشیانه پایان را اختیار کرد، دور یکم را اختیار کرد و ابو ایوب اگرچند که ناراحتی را حس کرد که رسول الله در پایان او هست، اما به هیچ اعتراض فرمان او صلی الله علیه و سلم را پذیرفت و او را در همان جایی که خود دوست می داشت جای داد. اما وقتی که شب فرا رسید و رسول الله صلی الله علیه و سلم به جایگاه خواب خود رفت، ابو ایوب با همسرش به آشیانه بالا برآمدند. همان که در خانه را بستند ابو ایوب رو به همسرش کرد و گفت وای بر ما چی کار کردیم آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در پایان باشد و ما از بالای او قرار بگیریم؟ آیا رسول الله در پایان ما باشد و ما در بالای او قرار بگیریم؟ آیا ما در بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم راه بگردیم؟ آیا ما میان پیامبر و وحی الهی که فرود می آید قرار بگیریم؟ اگر چنین باشد ما هلاک میشویم. هر دو ابو ایوب با همسرش در تشویش افتادند، اما نمیدونستند که چی کنند، چی کار انجام بدهند. دلهای آنها آرام نگشت و این هنگام که خود را به طرف آشیانه بالا بردند که راست بالای جای اقامت رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود، نه که یک طرف بود، همیشه در هم یک طرف قرار می گرفتند در یک کنج و تنها آهسته با نوک پایهای خود قدم می زدند، راه می رفتند تا مبادا از بالای سر رسول الله صلی الله علیه و سلم نگذرند، در حالی که خود رسول الله برای آنها این اجازه را داده بود. وقتی که صبح دمید ابو ایوب به نزد رسول الله آمد، گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، سوگند به الله شب نه من و نه ایوب یک لحظه هم چشم به هم نگذاشتیم. ای رسول الله ما امشب نتوانستیم خواب برویم. و رسول الله فرمودند که ای ابو ایوب پس سببش چی بود؟ سبب خواب نرفتن شما، ناآرامی شما چی بود ای ابو ایوب؟ در حال جواب و فرمود که به یادم آمد که من در بالای خانه هستم که شما در پایان آن قرار دارید و می ترسیدم که اگر حرکت کنم غبار بر سر شمایان بریزد و شما را آزار بدهد. و همچنین ای رسول الله من فکر کردم که میان شما و وحی قرار گرفتم. و این هنگام سخنان ابو ایوب را شنید و صلی الله علیه و سلم به او فرمود ای ابو ایوب
ای ابو ایوب، به خود آسانی بگیر، سختی مکن. برای ما بهتر است که در آشیانه پایان باشیم، زیرا مردم بسیار برای دیدار ما می آیند، برای نگاه و بینی می آیند، برای ملاقات می آیند. پس بنگرید برادران و خواهران گرامی، محبت صحابگان کرام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها با سخن نبود، بلکه با عمل، با احترام عمیق ظاهر می‌گردید. اطاعت کامل صحابگان کرام، اطاعت کامل ابو ایوب می‌خواست که پیامبر در آشیانه بالا باشد، ولی وقتی پیامبر پایان را انتخاب کرد، هیچ اعتراضی نکرد، فرمان او را پذیرفت و قبول کرد. ای کاش این مردم امروز در برابر فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چی اینگونه باشند، با هیچ احادیث صحیحی که از پیامبر ثابت است چی بفهمن نفهمن اعتراض بیان نکنن، چی یک احترام بزرگ نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم. حتی ابو ایوب انصاری در آشیانه بالا راه نرفت، سخت راه نرفت با نوک قدم‌ها تا که بی‌ادبی نشود. حتی خوابش نبود، شب را با بیداری گذرانید. و بنگرید برادران، فروتنی و سادگی پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود این قدر مقام بلندش آشیانه پایان را انتخاب کرده تا مردم به آسانی به نزد او بیایند و هر یکی را قبول کنند و بپذیرد، برخلاف راهبران و منصبدارانی که امروزها قرار دارند. و همچنین فایده دیگری که ما از اینجا میگیریم، برطرف کردن مشقت در شریعت، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو ایوب را آرام میکرد و نشان داد که نباید انسان خود را با دشواری‌های بی اساس قرار بدهد. و همچنین غمخواری نسبت به دیگران، پیامبر رحمت برای عالمیان بود. و همچنین بیان احترام اهل علم و فضل، این از اخلاق مسلمان است که امروز از بین رفته است. ابو ایوب یک نمونه روشن این آداب را نشان داد برای همگی ما و شمایان که باید با اهل علم، با فضل این گونه روبرو شد، نه با بی احترامی و بی ادبی. و محبت حقیقی انسان رو به خدمت وادار میکند، چون ابو ایوب با تمام اخلاص خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خودش شرف بزرگ دانست. پس هر کسی که با اخلاص از دین الله، خدمت در دین او سبحانه و تعالی و پایبند سنت بودن و نشر او را هم شرف میداند. و اینکه خانه مؤمنان با بودن اطاعت فرمانبرداری و از الله و رسولش این محبت و برکت را میآورد. چون خانه ابو ایوب انصاری با سبب اقامت رسول الله یکی از مشهورترین خانه های تاریخ اسلام تبدیل یافت و صحابگان کرام بسیار سعی کوشش میکردند که با سنت او صلی الله علیه و سلم پیروی نمایند. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه میفرماید که من با فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردم تا آنکه شب سردی، شب خنکی فرا رسید و یک کوزه آبی که در آشیانه بالا داشتیم آن شکست و آب آن بر روی آن فرش ریخت. ابو ایوب میگوید که من و ایوب زود برخاستیم و در اختیار ما غیر از یک کرپه‌ای که آن را همچون روی پوش استفاده میکردیم چیز دیگری نداشتیم. و با همون کرپه در حال برخواسته این آبی که در بالای این فرش ریخته بود آن رو در حال شروع کردیم برپا کردن، چون ترسیدیم که مبادا آن آب بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از آشیانه بالا با پایین بریزد و او صلی الله علیه و سلم را آزار بدهد. میگوید که صبح شد و نزد رسول الله رفتم و گفتم پدر و مادرم فدای شما ای رسول الله، من دوست ندارم، نمیپسندم که از شما بالا باشم و از شما از من پایین تر باشید. و این قصه شکستن کوزه و ریختن آب را برای رسول الله نقل کرد ابو ایوب و میگوید که رسول الله این هنگام درخواست ما را قبول کرد، سپس بر آشیانه بالا کوشید و من و ایوب به آشیانه پایان فرود آمدیم. نگاه کنید برادران، محبت صحابگان کرام نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را، محبت حقیقی که عمل را میخواهد نه تنها سخن. ابو ایوب با همسرش هر چیزی را که میتوانست سبب آزار رسول الله که شود از بین میبرند، حتی برای خود اگر مشقت هم میشد. اینم یک عبارت است که مرد نیکو دربر او همسر نیکوی است و همسر نیکو دربر او هم مرد نیکوی است که همدیگر را با طاعت عبادت الله سبحانه و تعالی تشویق میکنند. ابو ایوب با وجود ناراحتی اول به امر او اطاعت کرد صلی الله علیه و سلم و همسران صالح کارهای خیر در کارهای خیر یکدیگر یاری میدهند، چگونه که ایوب در این کار با شوهرش همکاری زیچ داشت
و زندگی ساده‌انه آنها تنها یک کرپه داشتند که آن را میپوشاندند بر بالای خود، نه مثل ما که مثل کوه در خانه ها بار داریم ولی با از آن ناراضی هستیم. از آن بارها خلاصی بیابید، بر بیچارگان مسکینان آن را هدیه کنید. و همچنین این نقطه گواهی میدهد و شاهد است جایز است که انسان احترامانه درخواست خود را بیان کند. جای مهمانی رفتی، اگر از شما درخواست شد یا درخواست کردید، بیان جایز درخواست در آن که خود را راحت‌تر حس می‌نمایی اگر با سبب‌های درست باشد. و همچنین بیان فروتنی و نرمی رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن ظاهر شد، چون ابو ایوب وقتی که دیوماره قصه کرد و شکستن این کوزه را درخواست او را سپس پذیرفته به آشیانه بالا کوچید. حتی ابو ایوب از ترس آنکه چنگ و غبار بر بالای روی رسول الله بریزد از این ناراحت شد. امروز مردم چقدر توهین بر سنت پیامبر می‌نمایند، چقدر احترام می‌نمایند، باز پروایی هم ندارند، حتی انکار هم می‌کنند. و گفتیم که بیان خدمت به اهل فضل و بیان خدمت مهمان نیکو از بهترین عمل هاست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم تقریبا 7 ماه در خانه ابو ایوب اقامت نمود. 7 ماه تقریبا در خانه ابو ایوب اقامت و زندگی کرد تا آن وقتی که ساختمان مسجدش در همان زمین کوشاده که اشتر آن در آنجا زانو زده بود انجام یافت. و پس از آن به حجره هایی که در اطراف مسجد برای او و همسرانش بنا شده بود بر آنجا سپس کوچید. از همان وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم از همان روز ده همسایه ابو ایوب هم گردید و چی همسایه نیکوی ابو ایوب سزاوار گشت. و ابو ایوب رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک محبت عظیم دوست می داشت که تمام دل و جان او را فرا گرفته بود. و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نیز ابو ایوب را چنان دوست می داشت که تمام رسمیت و تکلف را میان آنها از بین برده بود. حتی به خانه ابو ایوب چنان نگاه میکرد که گویا خانه خودی او باشد. بینگرید محبت بین رسول الله و صحابگان کرام چگونه بین همدیگر محبت و دوستی داشتند، چگونه بین همدیگر محبت در راه الله و بزرگ داشتن این نعمت ها داشتند که با این محبت بر اساس ایمان و تقوا بنیاد شدگی بود. و این هم بیانگر آن است که همسایه نیک این یکی از نعمت‌های بزرگ است. رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو ایوب انصاری نمونه بهترین همسایه‌داری برای من توست. و سادگی رسول الله با اینکه مقام بزرگی هم داشت تا آماده شدن مسجد و آماده شدن حجره ها در خانه یکی از صحابگان کرام قرار گرفت و خدمت کردن با اهل خیر به دست آوردن محبتی آن و محبت پروردگار می‌گردد اگر در آن اخلاص و محبت باشد، چون که ابو ایوب آن را با اخلاص و محبت به دست آورد. و همچنین بیان تواضع و خوش اخلاقی او صلی الله علیه و سلم و بیان اینکه اولین اساسی که در مدینه منوره رسول الله ساخت این مسجد بود. این مسجد را اولین مرکز جامع اسلامی قرار داد و پس از انجام ساختمان آن خانه‌های خود را هم بنا کرد. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت است که گفت روز ابوبکر صدیق رضی الله عنه در وقت گرمای نصف روزی به مسجد در آمد. در راه عمر ابن خطاب رضی الله عنه را نزدید. ابوبکر پرسید: ای ابو حفص، کنیه عمر بن خطاب، ای ابو حفص، در این گرمی چی چیز تو را در چنین وقتی گرم از خانه بیرون آورده است؟ عمر در جواب گفت که سوگند به الله غیر از گرسنگی سخته که احساس میکنم چیزی مرا دیگر بیرون آورده است. ابوبکر سپس فرمود: سوگند به الله مرا نیز غیر از همین چیز دیگری بیرون آورده است در این گرمی. و در همین هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که نزد آنها آمد و فرمود بر آنها بر ابوبکر بر عمر گفت: چی چیز شما را در این وقت گرمی از خانه بیرون آورد؟ آنها ابوبکر و عمر هر دو گفتند: سوگند به الله ما را تنها گرسنگی سختی که در شکم‌های خود احساس میکنیم بیرون آورده است. این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: سوگند به آن ذاتی که جان من در دست اوست مرا نیز غیر از همین چیز دیگری بیرون آورده است. و فرمود که برخیزید و همراه من بیایید. سپس هر سه آنها به سوی خانه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روانه شدند. و عادت ابو ایوب چنین بود که هر روز برای رسول الله صلی الله علیه و سلم یک غذای آماده میکرد. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت معمولی خود نمی آمدند، آن غذا را به اهل خانه اش میداد. وقتی که به نزد خانه رسیدند، ام ایوب به پیشواز آنها برآمد و گفت: خوش آمدید.
ای پیامبر الله صلی الله علیه و سلم خوش آمدید. و رسول الله از او پرسیدند که ابو ایوب کجاست؟ ابو ایوب این هنگام که در باغ خرمای نزدیک خانه اش مشغول کار بود، آواز رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنید، در حال با شتاب به نزد او آمد و گفت خوش آمدید ای رسول الله و خوش آمدید ای همراهان رسول الله. سپس گفت ای رسول الله این وقت نیست که عادتا شما به خانه من می آمدید. رسول الله در جواب گفتند که راست گفتی ای ابو ایوب. سپس ابو ایوب رضی الله عنه به غاری هم آن خرمایی که داشت به آنجا رفت و یک شاخه خرما را که در آن خرمای پخته بود، خرمای نیم پخته بود و خرمای سبز هم بود، آن را بریده به نزد رسول الله آورد و رسول الله فرمود که من نمیخواستم که تمام این شاخه را ببری ای ابو ایوب. آیا نمیشد تنها از میوه‌اش برای ما میچندی کمی می آوردی؟ ابو ایوب گفت ای رسول الله خواستم که شما از هر نوعی آن بخورید، از پخته‌اش هم بخورید، از نیم پخته و سبزش هم بخورید و بعد از این برای شما یک حیوان هم ذبح خواهم کرد، قربانی خواهم کرد. این هنگام رسول الله فرمودند که اگر حیوان ذبح میکنی پس آن حیوان نباشد که شیر میدهد، نه که حیوان شیر دهنده نباشد. این نقطه گواهی میدهد برای ما گرسنگی حتی به بهترین انسان هم میرسد. رسول الله، ابوبکر و عمر روزهای داشتند که گرسنه و تشنه بودند، از آن رنج هم می‌بردند و بیانگر آن است که صحابه در سختی ها صبر هم می‌کردند و از آن شکایت بیجا هم نمی‌کردند و رسول الله با همراهی صحابگان خود یاران خود همراهی می‌کرد، نه اینکه از آنها جدا زندگی نماید یا جدا بخورد. و بیان اخلاق نیکوی ابو ایوب، مهمان نوازی او یک عبرت عظیم است در بیان غذا آماده کردن. این زن صالح ایوب چه زن نیکویی است در مهمان نوازی که شریک شوهرش است، با چهره کشوده آنها را پیشواز گرفت و با مهمان بهترین چیزی که داشت ابو ایوب بر آنها این بهترین را پیشنهاد نمود، پیشکش نمود. و اسلام از اسراف منع میکند و رسول الله اشاره میکردند که برای چند مهمان بریدن تمام شاخه خرما لازم نبود، بعضی از آنها را گرفتن لازم بود، بس کمی. و همچنین رسول الله برای وی توصیه داد که از آنچه که میخوای ذبح نمایی قربانی کنی، شیرده را قربانی ننما، چون حفظ منفعت عمومی مهم است، چون از شیر وی دیگران هم بهره میگیرند. زنده ماندن آن حیوان شیرده باعث سیراب گشتن اهل خانواده و دیگران میگردند. بارک الله فیکم. سپس ابو ایوب رضی الله عنه یک بزغاله را گرفت و آن را قربانی کرد. سپس به همسرش فرمود که همین یک خمیر نماید، یک خمیر پزد و یک خمیر نماید و نام بپزد، چون در نامپزی یک مهارت نیکویی داشت. سپس نصف گوشت را پخت و نصف دیگر را بریان کرد، نصف آن را پخت و نصف آن را بریان کرد. و هنگامی که غذا آماده شد و در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و دو همراهش گذاشته شد، این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم پارچه از گوشت را گرفت و آن پارچه از گوشت را در داخل یک نان گذاشت و فرمود که ای ابو ایوب این پارچه را زود نزد فاطمه بفرست. این پارچه گوشت را با این نان زود به نزد فاطمه بفرست، زیرا که فاطمه چند روز می شود که چنین غذا را نخورده است. چند روز می شود که چنین غذا را نخورده است. پس از آن که همگی از آن غذا خوردند و سیر شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که نان، گوشت و خرمای پخته و خرمای نیم پخته و خرمای تر، از همه اینها خوردند و چشمان مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگام پر از اشک گردید و فرمودند که سوگند به آن ذاتی که جان من در دست اوست، این همان نعمت است که در روز قیامت از آن پرسیده خواهیم شد. پس هرگاه و هر وقتی که چنین نعمتی رو الله برای شما نصیب گردانید و هنگامی که دست به آن دراز کردید بسم الله بگویید و هنگامی که سیراب شدید و بگویید ستایش از آن پروردگار است که ما را سیر گردانید، بر ما نعمت ارزانی داشت و از فضل و کرم خود بر ما افزونی بخشید. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم از جا برخاستند و به ابو ایوب فرمودند که فردا به نزد ما بیا. و عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین بود که هر کسی به اون نیکی میکرد دوست می داشت که آن را به بهترین صورت جبران نماید.
نیکی او را به بهترین صورت باز بگرداند. اما ابو ایوب این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را نشنید. این هنگام عمر رضی الله عنه با او گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم با تو فرموده اند که فردا نزد ایشان بیایی ای ابو ایوب. ابو ایوب گفت با چشم. فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت میکرد و اطاعت کرد. فردای آن روز ابو ایوب نزد رسول الله آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کنیز را در خدمت ایشان ابو ایوب رضی الله عنه داد و با او بخشید این کنیز را و فرمود که ای ابو ایوب با او نیکی کن. ای ابو ایوب بر این کنیز نیکی کن، زیرا تا آن زمانی که نزد ما بود از او جز نیکی ما ندیدیم. این وصیت را بعد دادن این کنیز بر ابو ایوب نمود و این نقطه بیانگر آن است که مهمان را باید با بهترین غذا پیشواز بگیری با سنت‌های نیک و اینکه رسول الله اهل بیتش را هم فراموش نکردند. با وجود گرسنگی اول برای دخترش فاطمه رضی الله عنها یک حصه جدا کردند. بیان غمخواری نسبت فرزندان و اهل خانه از اخلاق پیامبری است. نعمت‌های عادی زندگی از زندگی نیز برادران و خواهران گرامی این نعمت بزرگ است که روز قیامت انسان هم از آن پرسیده می شود. و پیش از خوراک کلمه بسم الله گفتن، نه زیاد نه کم، بسم الله، و بعد از آن الله را حمد و سپاس ستایش نمودن، چون رسول الله از شکرگزارترین مردم بودند. حتی در این نوعی غذای عادی که بود اشک ریزاندند و گفتند که این نعمت‌های الهی در آن روز پرسیده خواهد شد. و این نقطه هم بیانگر آن است که نیکی باید به نیکی جواب داده شود و رسول الله دوست می‌داشت که نیکی مردم را بی پاداش نگذارد. و همچنین اطاعت صحابه از رسول الله گفت با چشم. و همچنین اینکه ابو ایوب نشنید عمر فاروق بر او رسانید. چیزی را نشنیدی بر او رساندی. امروز که تو این را شنیدی فردا با کسی برسان. و رسول الله در عوض آن خدمتی که بر رسول الله کرد ابو ایوب بر او کنیزی را داد و گفت که ای ابو ایوب این را نیکی گرامی بدار. شهادت دادن بر نیکی انسان اگر حقیقتا باشد، نه شهادت دروغ نسبت کسی، بلکه آن چیزی که هست آن را شهادت دادن. گفت ما از او جز نیکی چیزی ندیده ایم و بیان شکر این نعمتایی که الله برای ما عطا کرده است. ابو ایوب این هنگام رضی الله عنه با خانه اش برگشت در حالی که کنیز همراه او بود. هنگامی که ایوب او را دید گفت ای ابو ایوب این کنیز از آن کیست؟ گفت از آن ماست. رسول الله او را بر ما بخشیده است، هدیه کرده است. ایوب گفت چی بزرگ است این بخشیدنی، چی ارزشمند است این بخشیدنی، این بخشایش. ابو ایوب گفت رسول الله ما را وصیت کردند که با او نیکی کنیم. ایوب در این هنگام گفتند که چی کار کنیم تا وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بهترین وصیت ها است اجرا شود. اجرا نماییم این وصیت رسول الله را. ابو ایوب گفت سوگند به الله من راه بهتری از برای اجرا نمودن این وصیت رسول الله که بر اون نیکی نماییم هیچ راهی را ندیدم مگر آزاد نمودن این. ایوب رضی الله عنها این هنگام گفت که تو درست گفتی، تو برای درست هدایت شدی و این کار مبارک است. سپس ابو ایوب رضی الله عنه او را آزاد کردند. مشورت مرد همسر با زنش و در این مشورت نیکو پذیرفتن این مشورت، اینها تنها یک چند نمونه از زندگی نامه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه در روزگار او بودند. اگر که میتوانیم بعضی از صحنه‌های زندگی او در میدان جنگ نظر افکنیم واقعا حیرت انگیز است. حیران خواهی شد. ابو ایوب رضی الله عنه تمام عمر خود را در راه الله سبحانه و تعالی با جهاد سپری نموده است. گفتند که از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا دوران معاویه رضی الله عنه هیچ غزوه‌ای که مسلمانان در آن شرکت کرده اند ترک نکرده است. از زمان رسول الله هیچ غزوه‌ای را ترک نکرده است، مگر اینکه در آن زمان اگر در یک زمان 2 غزوه می بود و آخرین غزوه او در زمان بود که معاویه لشکری را تحت فرماندهی پسرش یزید برای فتح قسطنطینیه آماده نموده بود، برای فتح قسطنطینیه. و در آن وقت ابو ایوب مرد بسیار سال خورده بود و سینش تقریبا بر 80 هم رسیده بود، اما پیری او را از آن باز نداشت.
که در زیر پرچم یزید قرار گیرد و از بحر گذشت. برای جهاد در راه الله سبحانه و تعالی راه سپار شد. دیری نگذشت که هنگام روپرو شدن با دشمن ابو ایوب سخت بیمار شد و دیگر نتوانست جنگ را ادامه بدهد. این هنگام یزید برای عیادت این مرد بزرگوار آمد و پرسید: ای ابو ایوب، آیا یگان حاجت داری؟ ابو ایوب گفت: از نام من به سربازان مسلمان سلام برسان و بر آنها بگو ابو ایوب شما را وصیت میکند که هرچی بیشتر بر این سرزمین دشمن پیشروی میکنید و پیشروی کردید، مرا نیز با خود ببرید و در نزد دیوارهای قسطنطینیه زیر قدمهای خود مرا به خاک بسپارید. پس از گفتن این سخن و این نصیحت و وصیت، روح پاک خود را به سوی پروردگار عظیم و شان سپاریدند. این نقطه گواه بر آن است که بهترین راه نیک برای بندگان میتواند آزاد کردن آنها باشد. ابو ایوب این وصیت رسول الله را که بر اون نیکی نمود، بهترین نیکی را برای آزاد نمودن او نمود و بیان آن است که همسر صالح همیشه یادآور شوهر در کارهای خیر است. ایوب شوهرش را در بسیار کارهای نیکو تشویق میکرد، با او بود و بیان محبت صحابه رضی الله عنه آنها را وادار میکرد که راه بهترین را انتخاب نمایند و راه بهترین را جستجو نمایند. و بیان آن است که جهاد در راه الله یکی از بزرگترین عبادت ها بود، تا جایی که ابو ایوب تمام عمرش را در این راه سپری نمود و پیری او بهانه ترک این کار نیک نگشت. با وجود اینکه سن سال او به 80 رسیده بود، در این راه میبرآمد، اما در زیر بیرق، در زیر امیر، نه خود سرانه. این نقطه مهم است و بیانگر آن است که مؤمن باید تا آخر نفس خود در راه اطاعت فرمانبرداری الله قرار بگیرد. مثل ابو ایوب تا آخر غم اساس غم آنها پیشرفت اسلام بود، نه راحت شخصی. امروز که برعکس شده است، راحت شخصی رو از پیشرفت اسلام شاید بیشتری از مردم بالا میشمارند. راحت برای آنها مهمتر است از پیشرفت اسلام. همین است که اینقدر خوار و ذلیل گشتیم. حتی در بستر مرگ ابو ایوب سربازان رو با پیشروی در مقابل دشمن تشویق کرد. آرزوی آنها این بود که پس از مرگ هم به اسلام خدمت کنند. از این رو ابو ایوب وصیت کرد که او را در نزدیکترین نقطه سرزمین دشمن به خاک بسپارند و مرگ در راه الله سبحانه و تعالی در راه اطاعت این بزرگترین نعمت است. ابو ایوب تمام عمر خود را از شناسایی پیامبر با طاعت، عبادت و خدمت و جهاد در راه الله سبحانه و تعالی سپری کرد. پس این زندگی است نمونه کمال عبرت برای ما و تو، برای زنان و مردم، برای راهبر و زیردستان. پس سربازان مسلمانان این وصیت صحابه کرام را پذیرفتند، قبول کردند و آنها حمله پی در پی را با این لشکر دشمن ادامه دادند تا آن درجه که این دیوارهای عظیم قسطنطینیه تا آنجا رسیدند و در تمام این راه جسد ابو ایوب را همراه خود می‌بردند و در نزد همان دیوارها برای او قبر کندند و او را در آنجا به خاک سپاریدند. و الله سبحانه و تعالی این ابو ایوب انصاری را رحم کند، را شایسته رحمت خود قرار بدهد. او نمیخواست مگر اینکه در راه الله سبحانه و تعالی به شهادت برسد، اما با سبب بیماریش در پشت اسب‌های جنگی جان فدای کرد در حالی که سنش قریب به 80 رسید. این بیانگر آن است که وصیت شخص صالح اگر با شریعت مطابق باشد اجرا کرده شود. نقطه مهم است. و بیانگر استواری در راه دین تا آخر مثل ابو ایوب، پروردگار ما را استوار بگردان. و پیری هم مانع انجام عملهای صالح نمیگردد و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است. محبت در راه الله سبحانه و تعالی و فداکاری های آنها تمام زندگی ابو ایوب را اشغال کرده بود. آرزوهای آنها دنیا نبود بلکه رسیدن به رضای پروردگار. و صحابگان کرام عبرت نیکویی برای ما و شماست برادران و خواهران. بر عهد و پیمان ها به وصیت های یکدیگر احترام گذاشتن و عهد و پیمان را نشکستن و خیانت هم نکردن. با وجود سختی این جنگ جسد او را وصیت او را ترک نکردند تا آن جایی که آن را در زیر این دیوارهای قسطنطینیه گرانیدند. یک نمونه اخلاص، محبت در راه الله سبحانه و تعالی، صبر و استواری و بیان حسن خاتمه. پروردگار حسن خاتمه ما را نیکو بگردان. الله سبحانه و تعالی از ابو ایوب انصاری راضی باشد، او را رحم نماید و ما را نیز به پیروی با اخلاص و محبت و استواری در راه حق موفق بگرداند. آمین. این از زندگی نیکوی او و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.